سلام خدمت دوستان عزیزم. با آموزش دستگیری قلب در خدمتتون هستیم. ما احتیاج به یک پارچه 15 در 25 داریم. یک لایه پارچه، یک لایه آستر، یک لایه پشم شیشه، یک لایه آستر و یک لایه باز پارچه اصلی. از الگوهای آماده‌ای که موجود داریم، الگوی آماده دستگیری قلب رو میذاریم و دور تا دور کار را علامت میزنیم. وقتی دور تا دور کار را علامت زدیم، زیر چرخ میذاریم و دور تا دور را دوخ میزنیم به این صورت. وقتی دوغ زدیم دور تا دور کار را، اضافات کار قیچی میکنیم و نیم سانتی برای جای دوختمون جا میذاریم و قیچی میکنیم. الان الگویی که مال زیر کار بوده گذاشتیم. حالا برای کناره های کار که الگوی آماده همه اینا موجود داره، به صورت 2 لایه پارچه برش میزنیم. برای یه طرف 2 لایه، طرف دیگه هم 2 لایه. ما برای نوار اوریب میدوزیم به این صورت. حالا من برای مشتریمون میخوام اول نوار کتان برای گفته براش دوخ بزنم که نوار کتان دوخ میزنیم برای زیبایی کارمون. اول نوار کتانمون رو دوخ میزنیم لبه کار به این صورت. وقتی نوار کتانمون رو دوخ زدیم، نوار اوریبمون رو به این صورت میذاریم و دوخ میزنیم. حتما حواسمون باشه 2 لایه باید رو هم باشن که دوخ زده بشن. به این صورت سمت دیگه کارمون به همین صورت نوار کتان و نوار اوریبش رو دوخ میزنیم و کنار کار میذاریم و فیکسشون میکنیم با سوزن ترگرد و دور تا دور کار رو دوخ میزنیم. وقتی دور تا دور کار دوخ زدیم، برای تمیزی کار اتو کشی میکنیم. حالا ما نوار اوریبایی که خودمون آماده کرده بودیم از قبل روی کار میذاریم. هلوش نیم سانتی تا میزنیم. نوار اوریب رو به این صورت دور تا دور کار میذاریم از طرف پشت کار. دور تا دور کار با سوزن تگر فیکسشون میکنیم. حالا زیر چرخ میذاریم و دور تا دور رو دوخ میزنیم. نوار اوریبایی که خودمون درست میکنیم خیلی دوختشون تمیزتر در میاد، چون ما خط اتو دارن و هلوش نیم سانتی هست که نگاه قشنگ پای چرخی که میذاریم نیم سانتی دور تا دور کار رو میذاریم و کارمون هم خیلی تمیزتر در میاد با نوار اوریب های دستساز. دور تا دور کار رو که دوخ زدیم به این صورت
حالا گوشه های کار راه لالا اینا یه حالت چرت کوچیک میزنیم که وقتی نوار اوریو به رو برمیگردونیم کار ما خیلی تمیزتر باشه و چین نخوره. حالا نوار اوریومون رو به این صورت به روی پارچه برمیگردونیم و با سوزن تگ دور تا دور کارمون رو فیکس میکنیم. وقتی با سوزن تگ دور تا دور کار رو فیکس کردیم ما میتونیم هم پستوز کنیم، چون من برای تمیزی کارام پستوز میکنم، هم میتونید زیر چرخ بذارین. ولی برای تمیزی کار پستوز که کار خیلی تمیزی در میاد. حالا دور تا دور کارمون رو که پستوز کردیم، بندینک که بهتون گفته بودم 10 در 3 سانت بوده، دولای گذاشتیم و دوغ زدیم. به این صورت بندینک ما آماده. الان رو دوزی میکنیم به این صورت. اول به این صورت دوخ میزنیم، بعد کارمون رو بالا برمیگردیم، یه دوختم رو این پایه میریم. بندینکا که دوختیم از گلای آماده که ما موجود داریم، البته آموزشش رو داخل پیجم همین گلا هم گذاشتم. گلا دوخ میزنیم به کارمون که کارمون قشنگتر و شیکتر بشه. امیدوارم از این آموزش استفاده کافی رو ببرید و با لایک و کامنتاتون ما رو در آموزش‌های بیشتر یاری رسانید. ممنون از همراهی شما عزیزان.